درست. البته در چنین روزنامه بر آمدن خوب نیست. مردم چشم میکنند. الهو همیشه با هم باشید. با عمر زنگ زده بپرس که در کجا است. در آخر تشریف آورد. عمر؟ نیهالتینوس به نزدیکی از نامزدش صدری چولک جدا شده او را زود فراموش کرد. رفیق هم دیگه نزد شما روان کردم با مسئله کاری. اما در یکم بخوری ما رو با پشتی دستش رو. با عمر کارجان چند ماه هست که عشق ورزی دارند. باید گفت که سببی جدا شدن نیهالتینوس از نامزدش عمر کارجان است. خانم شما هم ببینید، بی‌رحمی کارجان ها رو ببینید. این جای رو با چه احوال آوردن. یک جنگ بیمانی در کوچه شد. تمام. چی شد؟ حمدی کارجان دیگر چیزی گفتن نمیخواهی؟ چرا خاموشی؟ جوابی ده. ما همانه بگو. فرزندمون رو همین کل تربیه کردیم بگو. آیلوی دوست هستی بگو. بس کن. این است دینداری تو. فهمیش و ناموسی تو. مرزن ما با ناموس کسی کار نداره. برای همین دنبال دخترم هستی. حمدی بای بابا اهمیت ندی به گپایش گوش نکن. وقتی که نزدیکترم اومدی بیچاره حال بودی. اقلا پول نداشتی که به فرزندهای شیر خرید. من به تو راه نشان دادم. به جاهلیتون، به ناداریتون، به دهاتی بودنتون صبر کردم. برا گفتم، برا از اینجا گفتم، برا گفتم. نمی برایم. فهمیدی؟ حمدی کارجان نقشها رو دوست دیدی، حیاتم رو دوست دیدی. به حیات دخترم دست زدن نمیمانم. باز گفتم رام از اینجا کنی کش بینم نمیترسم از تو. فهمیدی؟ نمیترسم. دست بالا میکنی دست میشکنم. زن تو هم یک دم خاموشیست. از حشرات کمی نداری. من شما رو پخش میکنم. حمدی کارجان آنچه بابا کردی به تو بر میگردن. جزای دزدی کردت رو میبینی. رام از اینجا و همه جواب میدی. رام از اینجا گفتم رام. حمدی بای فرزند بی ناموست رو نیست بی جواب نمیگذارم. دوست ها بی حیاها. من دوست نیستم. من دوست نیستم. حمدی بای من دوست نیستم. من به حیا نیستم. به حیا نیستم. سردی او رو میکشی. من یکان لقمه حرام نخوردم. سردی این زن رو سردی. دوست برآوردی. از روی تو من چندین سال با داغی دوستی گشتم. صدایم رو بلند کردم. آیا سیلت رو کشادم. سردی حمدی بای التماس میکنم. سردی این زن رو سردی. داری ما خاموش بودم. دمم را فرو میبردم. دیگر خیلی در کار ندیدم. با چشمم ننمون. در گناه خودم خیلی شو. دیمیر آقای حمدی آرام شوید. اقبال خانم مرد. یاری تجلی رو جک زنه. کشتی او را. یاری تجلی آقای حمدی با خدا دارو با دست گیره داخل چیکار کرده؟ اقبال خانم رو کشته شما. مردم ای خدا با یاری تجلی رو جک زنه. من دوست نیستم. من دوست نیستم. دوست نیستی حمدی بای. قربانت شوم. آرام شو حمدی بای. التماس میکنم. عمر نیهال با تو چی شد؟
نیهول من همین رو گفتنی بودم. خاموش، حرفی دیگر نگو. نیهول گوش کن با التماس. من دست نرسون. آفری عمر کورجان، فرزند ارکای کورجان ها، رفته در رمز اویلتون فخر بکن. همه چیزی تینوسا رو گرفتیم بگو. اکنون دخترش رو فریب میدیم. نمیدونستم، قسم یاد میکنم نمیدونستم. از خدا بیشرم، چی رو میدونستی؟ تو با چشمانی من نگاه کرده دروغ گفتی. تنها برای فهموندن اجازه ده. نیهول خواهش میکنم تنها مرا گوش کن. چرا؟ بسیارتر فریب میدادی. خیلی ساده هستم، خیلی احمقم. با تو گفتم که با ملاقاتی کورجان ها رفتیم. من با تو گفته بودم که با عمر کورجان نفرت دارم. با چشمانی من نگاه کردی مثل مسخره بازها. همین گپ رو گفتنی بودم. همش رو میفهمونم التماس. کی آخر وقتی نشستن در میز نگاه در اونجا میفهمودی بسیارتر خوشبخت میشدی. پدرم رو از من گرفتی، پدرم رو، بعد وقتی خوشم رو، خونم رو، کارخانم رو، حیاتم رو گرفتی. یک آبرو داشتم اون رو هم پس زدی. خورسنده هستی؟ همینش بسنده نیست یا نقشه دیگر داری؟ باز چی نشون دادن میخواهی ها؟ راست میگویی. با چنین حرف حق داری اما آرام شو. تنها اجازه حرف زدن ده. من همون کودک چو هستم. همون کودک چو. نیستی. اون کودک مرد. نیهول ایستو التماس. گوش کن. نیهول ایستو التماس میکنم گوش کن. صبر کن. یک دقیقه. با من یک دقیقه امتیاز ده. همش رو میفهمونم التماس نیهول. چی نقل میکنی؟ تقدیر میگویی که بازی نواخوز کنیم. در اتوبوس نشسته رقم بگوییم. عمر کورجان من از تو نفرت دارم. دیگر بازی نمیکنم. تو رو دیگر دیدن نمیخوام. میخوایم که دوی مادر برم باشی مثل اونها 40 سال 50 سال. الله چقدره که عمر بدهد. نیهول دیگر نمیخوام تو رو از دست بدهم. نیهول صبر کن میگویم. نیهول ایستو گوش کن. رانی زودتر. نیهول گوش کن. نیهول تاکسی. نیهول تو رو ترک نمیکنم. نیستی. ایست میگویم نیهول گوش کن. نیهول ایست. تاکسی ایستو تاکسی. از خفای آنها. تو در کجا؟ نیهول کنیوای احمق. نیهول مادر چی شد داد وای داره؟ کنیوای بی عقل. با عمر کورجان است. دیگر در کجا هم میبود؟ چی گفت ایستاده اپا؟ دروغ است مگر؟ خانم تلفن هایش را هم خاموش کرده است. شاید با عشق بزرگش بر وقت فرار کرده است. نکشم او را. خواهش میکنم زودتر رانی. زودتر. فهمیدم دخترم. آرام شو. برادر تست رانده میتوانید؟ ای برادر این هواپیما نیست کو ماشین است. التماس تست رانید. خدایا اینش از کجا پیدا شد؟
خواهش میکنم زودتر زودتر. برادر کاری کردت رو دیدی اکو چاروغک رو نمیبینیم اگر چاروغک سوق بود کو آروم باش برادر بی فلاکت است برادر سراسیمه اینقدر به کجا میروی احتیاط شوی نمیشود زودتر رانه زودتر خواهش میکنم نیستید ایسا میگویم گوش کن مرا گوش کن یک لحظه گوش کن من به تو ضرر رسوندنی نیستم التماس گوش کن یک دقیقه خود رو برای من زودتر رانه خواهش میکنم با این نفر صحبت کردن نمیخوام زودتر نیهال خواهش میکنم در را کشو التماس لطفا در را کشو نیهال التماس کشو این در را گیر نیهال یک دقیقه یک کم نمیخوام بودم کن نمیخوام زودتر رانه خواهش میکنم نرم التماس نرم نیهال Bir gün öteye varınca yüreğimiz neler kim bilir neler göreceğiz. Yıllar geçerken bulanık sulardan okyanuslara uzanan damla gibiyiz. Dönemezsin geriye. Pişmanlık çare değil, bilmeden kırdığın kalplere. O ışığa uçarken gözlerine kamaşan bir anda kavrulan pervane yüreğimiz. Her şey mi yalan? Kimdi ilk aldanan? Oynanıyor mu perde perde bize kalan? Söyler mi zaman? Kim haklı kim haksız? Zalimle mazlumu anlamaktır zor olan. Her şey mi yalan? Kimdi ilk aldanan? Oynanıyor mu perde perde bize kalan? Söyler mi zaman? Kim haklı kim haksız? Zalimle mazlumu anlamaktır zor olan. Söyler mi zaman? Varınca yüreğimiz neler kim bilir neler göreceğiz. Yıllar geçerken bulanık sulardan okyanuslara uzanan damla gibiyiz. Dönemezsin geriye. Pişmanlık çare değil, bilmeden kırdığın kalplere. O ışığa uçarken gözleri kamaşan bir anda kavrulan pervane yüreğimiz. Her şey mi yalan? Kimdi ilk aldanan? Oynanıyor mu perde perde bize kalan? Söyler mi zaman? Kim haklı kim haksız? Zalimle mazlumu anlamaktır zor olan.
her şey mi yalan? Kimdir ki aldanan, oynanıyor mu perde perde bize kalan? Söyler mi zaman? Kim haklı kim haksız, zalimle mazlumu anlamaktır zor olan. Söyler mi zaman? Aman این دیوانه رو زود یابید. در کجا در کدام سوراخی نباشد یابید و بیارید. کاری کرده ما رو ببین. این کارو چطور کرد عقلم نمیگیرد. اکم رو خیبت نکنه در پیش من. ندونسته هر چیز نگوید. اوف، پگاه باید مراسم عروسی میرفتیم. با فکرم رفتن نمیتوانیم. توبه توبه. چیکار میکنی؟ رفیقایش رو هم دیدم نیست. با شرکت هم ناومده است. با اوستا عارف زنگ زن. شاید به آنجا رفته است. فکر نمیکنم پدر. اول زنگ زن. پدر جان آرام شوید، فشارتان بلند می شود. رفیق حمدی راستی من هیچ باوری نداشتم که رفیق عمر چنین بی‌مسئولیتی میکند. اول با مسئله پول تشویش دادند. فرزندانتان به قدری زحمت‌های شما نمیرسند، به قدری شرکت نیست. حالا بیاید به خانه آمده رسد، من میدونم با او چیکار بکنم. حمدی بای از پاده پیش چنگ نانداز. آخر خانم مگر وقتی گوش کردن و فهمیدن است کار از چارچوبه نبرآمده رفیق حمدی خودش را نشان دهد. البته اگر دوباره به فقیری برگشتن نخواهد. بابای شوی با آتش رفقه نریزید. برای چی پدر و پسر رو با هم جنگ میاندازید؟ قدریه چرا ما رو باید کسی جنگ اندازد؟ وقتا که فرزندی تو به جنگ کردن میارزد کاری شرکت رو رسوا کرد از باز چی گویم؟ این مسئله تنها مسئله عائلوی نیست. شرکت الحال مشتری زیادی رو از دست داد. اگر اینقدر کارتون مهم باشد چرا اینجا نشستید؟ روید از پای کارتون شوید. توبه توبه. خانم قدریه من به این هم از پای کارم هستم. برفیق حمدی در هر ساعت مشاورم. مشاوری خوب در وقتی طوفانی بر در تهخانه نزدیک کشتیبان باید باشد. مایلش با اجازت شما بیروم. لا حول ولا قوت. روزتان بخیر. خوش آمدید شما. حمدی بای همش خوب می شود. آروم شو. نصرت روز بخیر. خوش باشید آقای شاهین. نصرت بای میدونید به سرم چی فکر آمد؟ معلوم شد که درد عمر همین بوده است. طبق نقشش تو را گناهکار کردن و عیب خود را پوشاندن. اما عدالت همین است. عدالت فردا وا میخوریم آقای شاهین. به صبری تو حیران ماندم، اما به جای تو می بودم خاموش نمی شدم. شما خاموش نگیرید. رفیق عمر سرمایه را در 2 روز به گربه بار می کند. اپا با شما چی شد اپا؟ چرا نگفتی؟ چرا حقیقت رو از من پنهان داشتی؟ چی گفته ایستاده ای؟ مرا دیدی، مرا ببری او دیدی. عمر کشتن بودنش رو میدونستی. چرا به من نگفتی؟ چرا نگفتی؟ مرا هم فریب کرد. به نزدم اومده التجا کرد. خودم میگویم گفت. چی کار هم میکردم؟ چی خیلی به او باور کردی؟ چرا در این باره با من چیزی نگفتی؟ اکنون من گناهکارم؟ در اصل این رو از خودت بپرس. چی خیلی باور کردی و چی خیلی فریب خوردی؟ اپا با احمقیت احوال اویلم رو بد کردی. آبروی اویلم رو به خود یکسان کردی. تو کاردار نشو. بیهوده عیب رو به من بار مکن. هیچ کس مثل تو احمق نیست که هر اومده رو باور کند. خواهی تو خواهی نستی.
پسندیتون تمام شد پگاه باز ما میخرید. مادر من شرمنده ای آیله. مادر من نمیدانستم. برای شرمنده کردی. این کار رو چگونه روا دیدی؟ از پشتی من چی کار برده ایستاده ای؟ مادر اپم رو نزنی. مادر کاردار مشو. تو ابروی ما رو باره هم فکر نکردی. در نزد مردم شرمنده کردی. مادر من نمیدانستم. من کجا بودنشو قسم میخورم نمیدانستم. خیزم شاید برای او شده تو به نزد آنها به کار رفتی. برای او شده تو به نزد آنها رفتی. مادر ایستید نزنی. کاردار مشو. مادر من نمیدانستم. قسم میخورم نمیدونستم. برای آیله ما تو چکار کردی؟ برای ما تو چکار کردی؟ تو زیب آیله ما نیستی. تو بیسی فرزن رفتار نکردی. نسبیتی نام رو حرام کردی. بس یک بار با من چون مادر رفتار نکردی. یک باراتی به سرم روشانه نزدی. یک بار مرا دوستداری نکردی. یک بار چون مادر به آغوشتون نکشیدی. من دائما برای شما بیگانه بودم. برای همین کارهای من پیسان نیست. کوشش میکردم که محبتتون رو به دست دارم اما نتوانستم. شما چون مادر بیگانه هستید. برای همین به نزد آنها رفتی. برای همین به نزد کارچن ها رفتی. برای همین ما رو شرمنده کردی. دفشا خانم اقبال دفشا میگویم با کجایی که میروی ایستید خانم اقبال ایستید. این انسان است جان دارد جان. این به شما دخل ندارد. کاردار مشوید. فهمیده یک خانه دادم گفته با کارهای ما دخالت نکنید. در کتاب ما ندیدم نشنیدم ندانستم نوشته نشده است. در میان مادر و دختر در آمدن خوب نیست اما میان خطا و درست چشم پوشیده و گذر کردن نمیشود. مادر بس از به خود بیایی. تو رو دیدن نمیخواهم. رو از اینجا. بیا دخترم بیا. رو این کاری خیلی تمام نمیشود. سرده این هم میگذرد. ببین آمد و گذشت و رفت. معلوم بود که شاهزاده ما اویله تینازگاه را طرفداری میکند. خاموش شو نصرت. آقای حمدی آقای عمر اومد. حمدی بای حالی بچه رو به تنگ نار. ما نفسش رو راست کند بعد گپ میزنه. التماس این چی شرمندگی است؟ جواب ده احمق. حمدی بای با فرزندم رحم کن. کاری کردی که میانی مردم شرمنده شدیم. برای تو شده از اقبال خانم گفتنی زن گپای زیاد شنیدم. سردی حمدی بای زمین نکفید که درایم. عمر یکان چیز بگو آخر. حمدی بای بچه را به حالش گذار. به خدایت خودش گم میزند. تو کاردار نشو زنه. برایشان خندیدیم که به این حال رسیدیم. عمر گپ زن. برای چی ابلهی را با ما روا دیدی؟ برای چی؟ آنقدر کار شرمندگی نیست پدر. نیحال رو دوست می‌دارم. بغیر از دختری تیناز دیگر دختر نیافتی؟ کی دختری او را دوست داشته ای؟ حمدی بای دوست می‌دارم میگوید بچه. خوب این خیل باشد بر روزنامه اعلان دهد. شاید اعتبار عائله امان رو دوباره به دست آورد. اعتباری که به یک خبر پست شود اعتبار بودن نمیتواند. با
کدام روی تو این رو میگویی؟ با کدام روی؟ تو رو با جای خود گذاشتیم، خانوندیم، تاجی سر کردیم. عمر با عقل است گفتیم، عمر با آداب است گفتیم، عمر به عقلی نمیکند گفتیم. هر کاری کردی خوب نگفتیم اگر ها؟ بس است حمدی بای، بس است. بس نگو. قدریا اگر بس می بود با این احوال نمی رسیدیم. اگر بس می بود این آدم رو که آدم میگیم این رو تو رو نشان نمیداد. رو از پیشم رو. تو رو چشم دیدن ندارم. حمدی بای آرام شو جانکم، آرام. بیا رفتیم حمدی بای، آرام شو حمدی بای، با گذشته سلامت. بیا عارف استا این کار چگونه صورت گرفت؟ چگونه بر رویش نقاب خوب بکشید؟ چگونه در حیاتم نقش آفری کرد؟ دخترم تو هم در حال چنین با آمدی. من او را از کودکیش میشناسم. آنچه تو میگویی این طور نیست. جوان مرد است اما یک خطا از او گذشته است. عارف استا خطا نه، خطا باشد میبخشیدم. خو این ساخته کاری کرد، به شأن و شرفی من داغ آورد، مرا مسخره کرد. چنیدن کی بود مانند دیدن؟ عارف استا حاجتی گوش کردن نمود. او قاتل کودک خیالاتی من شد. او رو هرگز نمیبخشم، هرگز. بیچاره‌وار ناله مکن پیش زندگی، کن هیچ وقت گوش به افغان نمیدهد. چون شه سوار باش و به زورش سوار شو، کن اسب مست تن به ضعیفان نمیدهد. با اپام ناحقی کردید، هر دویتان ناحقی کردید. بهتر بیا خاموش شو. وقتی که شما دنبال خورسندی میگشتین او شب و روز کار میکرد، برای ما کار میکرد، برای نجات ما. شما چیکار کردید؟ شما فقط زدن را میتوانید مادر. خاموش شو گفتم. او برای نجات کسی یگان کار نکرده است. بغیر شرمنده کردن یگان کار را نمیتواند. کارجل ها ما رو مسخره کردن، برای ما میخندن از روی پای تو. لیکن همشون به این جواب میدهند. از حد زیاد شد جواب میدهند. آنها را میشناسم نگویید. بر ضد حمد کارچن استفاده میکنید. در دستتان یک امتیاز از همه کار را اجرا میکنند. الو رفیق شاهین، بعضی چیزها رو میخواهم که دانم. مرحمت، گوش میکنم خانم اقبال. کارجان ها یگان نقشه نو دارن، محصولات رو به بازار میبرارن. البته نقشه نو تیار کردند، آمادگی داشتن، اما این نقشه رو در کجا نگاه میدارن؟ در شرکت؟ نه، در شرکت میبود میدانستم. در مکان بی خطر نگاه میدارند. باور کنید نمیدانم. برای چی میپرسید خانم اقبال؟ به نزدیکی میفهمید، حتما میفهمید. اگر شما چیکار میکنید؟ در حقیقت میروید؟ ما رو ترک میکنید مگر؟ پسرم قربانت شوم، برای چه لباس جمع داری؟ مادر همین بهتر است، رفتن لازم. پسرم تو کی کلان شده که خوب و بد رو میدونسته شده؟ دیروز 1 بجه بکک بودی، امروز فکری رفتن رو داری. مادر من کلان شدم، تو چنده که کلان شدم ضررم کلان شد. پدرم حق است، برادرم حق است. من به نفران اطرافم ضرر میدهم، بهترش بروم. خواهش میکنم نروید، شما با کی ضرر رسونده؟ شما آقای خوبم هستید، التماس ما رو ترک نکنید. کوشش دارد که رحمش کنند. او این را میخواهد، با کجایی که میخواهد رفتن گیرد. انا بعد چی بودن زندگی رو میفهمم.
عمر جان پسرم نرو. عمر پسرم با کجا میروی در این بی وقتی شب؟ با کجا میروی؟ با گپ‌های بیهوده آنها اهمیت نده جانم. نرم. ببخش مرا مادر، اینجا ایستاده نمیتوانم. پسرم ای بتونست ما را شیطان بیراه کرد. گفتم که معلومات خیر نمیارد، دائم فلاکت میارد. عمر جانم اگر تو روی در این خانه من میمیرم. فرزندم شیطان را خرسند نکن. نرم. مادر چرا التجا دارید؟ کجا که میرود رود. ما را شرمنده نمود، آبرویمان را به زمین یکسان کرد. نمیفهمم که چرا خواهش میکنید. تو چی ها میگویی؟ در اینجا ماندنم منو ندارد مادر. نصرت پسرم یگان چیز گوی. عمر مادر جان، مادر خوب هستی؟ مادر رو از اینجا. مادر به خود بیاید. مادر چشمت آب شد. مادر با شما چی شد؟ مادر میرا کمک کن. مادر برواردن کن. رو از اینجا. مادر زکیه این چی گپ؟ آب بیار. زکیه مادر بردارید و تالار برید. هوا گیرم. مادر جان بگو. مادر جان خیزید. اکنون مرا خوب گوش کنید. اگر گفته هایم را نکنید هر دویتان را به پلیس میدیم. برای دوستی و تشبس به قتل زندانی میشوید. ادوکات های شناس دارم. برای مخفی حیاتتان همه کار را میکنم. فهمیدم. بگو چی بدزده؟ تو در صندوق آهنین رو میکشایی. دیگرش رو من خودم میکنم. ای چی دزدم؟ گپ زن. با تو چی؟ تو تنها در رو کشو. ای کاری رو که ندانم دست نمیزنم. شخص خوب نیستی. چی کار کردنت معلوم نیست. تو را باور نمیکنم. مجبور هستی که باور کنی. گوش کن. اگر خواهی که با اونجا درایم پس همه چیز را دانستم میخواهم. چی میدزدی؟ نقش های مخصوصی طرح طلایی. مطمئن هستم که در همه جا نگاه میدارد. آنها رو گرفته میبراییم. شد؟ نشد. آنها به چی کار میآیند؟ برای چی میدزدی؟ همه‌اش رو بد میفهمونم. حالا سوال ندهید. گفته هایم را اجرا کنید. این نفر از من نقش را دزدید. ما محصولات را تیار کردیم اما پیش از ما آنها به بازار برآوردند. همه محصولات در دست ما موند. با یک نقش مفلس شدیم. اکنون من نقش آنها رو میدزدم. ثبت نموده به دیگر شرکت میفروشم. چه خیلی که آنها ما را مفلس کردند، من هم آنها رو مفلس میکنم. از اینجا ما چی برد میکنیم؟ گفتم که دیگر سوال ندهید. همش رو فهموندم. برد میکنید. خواطر نشوید. با خانه چی خیل میدرویم؟ کلید دارم. رمز صندوق آهنین رو هم میدانم. خانه رو چون کفی دست میدانم. شما رو تو صندوق آهنین میبرم. شما تنها صندوق رو کشایید. اگر رمز رو عوض کرده باشن چی؟ اینها در حیاتشان رمز صدا رو ندیدن. شما تنها گفته های من رو کنید. صندوق آهنین رو کشایید. من هم قسم رو بگیرم. نروید پسرم. یگان تحتان نروید. رفتن یگان تحتان رو نمیخواهم. همش گذشت مادر جان. همش گذشت. آرام شوید. عمرم رفت مگر؟ همین جای مادر. نمیروم. حمدی بای در همی خانه یک روز ما خوش نگذشت. یک روز خوش را ندیدیم. خانه چی گناه دارد خانم؟ صاحب گناه معلوم است. عمرم را نرنجانید. عمرم نروند. من به وی میمورم. مادر جان. نمیرود مادر. خواطر نباشید. نمیرود. عمرم خوب است.
کسی او را نرنجاند. مادر جان همش گذشت، آرام شوید. بله، عمر فرزندی دوست داشته تومکو. خانومتان این را در ماشین افتانده است. همون دختر نخود نرم وای دختر آن کودک مرد عمر، آن را تو کشتی. عمر از تو دیگر چیزی داشتن نمیخواهم که تو رو به یاد دارد. مادرم مرد، حالم خیلی بد است نیال. طریق رحمت شایسته جنت آمین. الله اکبر. جایش جنت. قبرش رو روضه جنت بیرد. صبر کن. تشکر دوستان. باش مصابر جمیل میخوام. تشکر دوستان. باش مصابر جمیل میخوام. سلامت باشید. سلامت باشید. باش مصابر جمیل میخوام. صبر کنید. سلامت باشید. مرا ببخش. جایش جنت شد. برای دل برداری مینا دارم. صبر کن. تشکر دوستی میرم. تشکر زیاد. باش مصابر جمیل میخوام. تشکر. باش مصابر جمیل میخوام. نیهال چرا جواب نمیدی؟ با من یک امتیاز ده. من را گوش کن. مینا دارم. صبر کنید. تشکر. باش مصابر جمیل میخوام. رحمت دوستی میرم. تشکر زیاد. تشکر زیاد. خدا رحمتش کنه. خیلی مینا دارم. خدا روحش بخشه. مینا دارم. تشکر دوست. برای همدردی تشکر. خودتون رو به دست گیرید. همدردی رو قبول. همدردیتون قبول. خدا رحمتش. مینا دارم. خیلی مینا دارم. خداوند صبر جمیل ده صدری. نیهال خوب کردی که اومدی. برای مادرت بسیار غمگین شدم. صدمه. به صدمه دچار شده است. تو خودت خوب هستی؟ من خوبم. لیکن با مادرم مناسبتم نغز نبود. از من رنجیده رفت. لیکن تو رو بسیار دوست می داشت. هر کاری کرد نسبتت از دوست داریش کرد. غمگین مشو. راستی نمیدونم چی کار کنم. غم بالای غم اومد. یکیش از دیگری گرانتر است.
چرا جواب نمیدی؟ چرا؟ آقای شاهین ببخشید، مجلس را امروز در همین جا میگذرانیم. باور کنید با این مردم روبرو شدن نمیخواهم. هیچ گپ نیست رفیقم، دی راحت باشه. این آدمان مثل ماهی حافظه دارند، زود فراموش میکنند. مسئله اول وابسته به خانم نیهال است. فردا باید کار را آغاز میکرد، اما پس از این کار کردن او با ما فلاکت است. اما وعده دادیم. میدانم، لیکن کار کردن او با آقای عمر موادی خبری برای روزنامه می شود. حالان که پس از این حادثه خودش هم کار کردن نمیخواد، اما ما باید رفتارمون رو نشون دهیم. من صدی روی خانم نیهال در شرکت نمیشوم، زیرا من سمت فعالیتم رو دیگر میکنم. اگر شما نفری رو اختصار کردن خواهید، پس آن منم. او باید کار کند. نادرست می شود، کلا نادرست می شود. قاعده همین است، هر کس نادرست کار کرد می رود. ما روان هم نکنیم، به فکرم خانم نیهال کار کردن را قبول نمی کنند. شما با این کار دخالت نکنید آقای شاهین. من با نیهال گپ میزنم. تو چگونه آدم هستی؟ کاری کردت بس نبود مگر؟ باز دختر رو به کار گرفتنی هستی؟ برادر چیکار کنیم؟ گناهی من رو به سر دختر بیگناه بر کنیم؟ عمر این سخن رو باری آخر از زبانش شنوم. این دختر کار نمیکند و سلام. برادر مسئول این کار من هستم، نتیجه اش چیزی شود راضیم، لیکن نمیگذارم که نیهال رو جزا دهید. بس است، هر دویتون خاموش شوید. من مجبورم که هر دوی شما را از هم دیگر جدا کنم. این جزا نه بلکه توفه است. از این پس در 3 سالات کار میکنی. تو رو در شرکت دیدن نمیخواهم. وظیفه تو رو با برادرت میدهم. مسئله نیهال رو خودم میبینم. مجلس تمام شد. اوف، این تلفن در کجا باشد؟ در کجا؟ بیچاره نیهال، انگشترینی گرفته‌اش هیچ در انگشتش نایستاد. راهی مکتب رو باید داری؟ اگر فراموش کرده باشی هیچ گپ نه، به این هم با اتوبوس میروی، از نفری میپرسی. تو چرا اینقدر بد هستی؟ شب اپام رو رنجوندی، باز مرا میرنجونی. درست کردم. چرا؟ چیکار کرد؟ کوشش دارد که ما رو از اینجا نجات دهد. تو باشی؟ کسی تو رو شنود نیهال رو فرشته فکر میکند. نمیبینی به همه دروغ میگوید، فریب میکند. یک روز با صدری است، روزی دیگر با عمر. با برادر صدری جدا شدم. برای چی جدا شدن میدانی؟ برای نزدیک شدن با عمر. دید که نمیشود، باز طرف صدری گشت. تو خائن هستی، خود پرستی به عقل. از تو برای خواهر داشتن نداشتنش بگو. من میدونم که چگونه موفق شوم. با عمر کارجا چه خیلی تصادفی خوب، من هم نزد تو می آمدم. نیهال در خانه است، با او باید گپ زنم، هیچ دسترس نیست. در خانه نیست. در خانه هم که می بود با تو صحبت نمی کرد. از تو نفرت دارد. نمی خواهد که روی تو را ببیند. بین تو و نیهال جدایی افتاد. خیلی غمگین شدم. بسیار غمگین می نمایی. به احوال دیگر من می توانم به تو کمک کنم. اگر لازم باشد خواهش می کنم بگو. در اصل هست پری، یک راهی باید یابم این حالت را با فهمانم. با او باید حتما صحبت بکنم. تو اگر با من کمک کنی این مسئله رو در کوچه حل کردن نمی شود. اگر به جای رویم و در تنهایی با هم صحبت کنیم بهتر است. همین طور نه؟ رفتیم. مرحبا جناب. شادم یا غمگین نمیدونم. البته غمگین هستی، مادرت است. حاضر در حالت وزنی هستی، برای همین نمیفهمی. خیلی ما رو از هم جدا کردن، باورم نمی آید. میدانی آخر آن سخنش چی بود؟ پسرم بگذار خواست دلی تو شود.
نیهال را دوست می‌داری؟ مانع نمیشم. اویلا دار شو. به خانه برگرد. نزدم بیا. ببین در آخر مادرم هم رو فهمید که به تو نمیتوانم. اویلا دار شدنم رو میخواست. خواهشی آخرانی او بود. همش از روی من شد. مادرت رنجیده رفتی. به خاطر تو نه نیهال. خودش این را خواست. در مقابل تو پول و ثروت را گذاشت. اما من همش رو صرف نظر کردم. تو را انتخاب کردم. تنها تو را. میدونم صدری، لیکن خواهش میکنم در این باره سخن نکن. من به این خاطر به نزدتون نآمدم. در بینتون بعضی از حادثه ها گذشت. میدونم من خواستم در وقتی وزنینه در نزد باشم. همش همین است. درست است مگر خبری در روزنامه بوده رو میپرسم. با عمر کارجان مناسبت داری؟ دوستش میداری؟ هرگز. من هرگز کارجان رو دوست نمیدارم. اون خبر دروغ است. کلاً دروغ است. همش دروغ است. دروغی محض است. از نیهال با محبت. عجیب. نیهال وقتی برآوردن انگشترین هیچ غمگین نبود. تو چی؟ خیلی غمگین شدم. باوریش را من شکستم. هیچ غمگین هم نمینمود. فکر میکنم که چون این فرصت رو انتظار بود. برای چی؟ برای برگشتن به نزد نامزدی قبلیش صدری. به این هم او رو هرگز از یادش نبرآورده بود. صدری گفت از یق مینمود. پزمان شدن و جستجو کردن او رو نقل میکرد. از صدری یک اشاره و از نیهال به سر دویدن. پری با من کمک کن. با نیهال باید گپ زنم. من حادثه ها را باید شرح دهم. فهمانم. اول حقیقت را فهمد. با چی که شود من راضیم. با تلفنم جواب نمیدهد. با SMS هم جواب نمیدهد. دایم از من میگریزد. با او واخوردن میخواهم. کمکم کن. گفتم که به نزد سابق نامزدش رفت. هر چی که خواهی بگو. دیگر باور نمیکند. برای چی تا حال با او واخوردن میخواهی؟ من باید فهمانم که با او بازی نکردم. او را دوست می‌دارم. همه حادثه ها را برای نرنجاندن او از سر گذراندم. اگر نفهمانم با عذاب وجدان زندگی کردن نمیتوانم. تو را خوب میفهمم. نفری را کورکورانه دوست داشتن رو من خوب میدونم. برای همین به تو کمک میکنم. خواطر مباش. نزدیک شو. این رو ببین. گوش کن. در اتوبوس برای با جوین اسم مگرم؟ برادر تنها در اتوبوس برای پیرانسالان و حامله دارن جای هست. خوب شده از برادر. این تینازا در سرد به خود نمیان. فرشای مکتب رو پاک نده پر کار میکنن. فهمیدی جویا جان؟ اخلاق من تو رو میکشم ها. راحت کارت میکنم. اینجا بیا. رازیلون منم خیلی همه چیز طبقی گفتم بچه ها. فهمیده؟ ازگور تو در کجا میگردی؟ چرا با درس نمیایی؟ با تو چی؟ حساباتی هم اگر؟ شور اول با درس ندار اومده با نزد مدیر درای خوب میشود. تو رو انتظار است. نه او خودش با نزد من میاد. کاش این نشو. رو آخر خودت میفهمی. بچه ها رفتی؟ باز در مدت کوتاه و میخوریم. من انتظار خبری تو هستم. التماس هر چی زودتر با نیهال گپ زن. میلش خواطر مباش. من از دستم اومده رو میکنم. ما هم زود و میخوریم. یک جای شویم راهی خوبتر میابیم. تا دیدن. در همه جا میستی؟ من فرایم. کمی راه گشتن میخواهم. میفهمم. محل خورد از زود آوازه میشود. باز کی واخورده میتوانیم؟ صدری در این باره دیگر فکر نکن. امروز روزی وفات مادر بود. به همین خاطر نزد رفتم.
بار دیگر خدا رحمت کند. نیهال ایستا. تو باید ما را گوش کنی. التماس خواهش میکنم. من باید با تو صحبت کنم. با تو صحبت کردن نمیخوام. نیهال تو باید ما را گوش کنی. التماس میکنم. خواهش میکنم ما را گوش کن. سردی عمر دیگر پروایی ندارم. تو رو گوش کردن نمیخوام. تو یک دروغگو هستی، شنیدن نمیخوام. رو از اینجا رو. دیگر از نزدم نبرو. نیهال را شنیدی؟ رو اکنون از اینجا رو. پروایی ندارم. رو از اینجا. اما او با تو صحبت کردن نمیخواد. تو نمیفهمی. من با تو گفتم کاردار نشم. رو از اینجا. بس ما را راحت گذار. بازی های جنبس نشدن. نمیبینیم اگر چی خطر از اوبم داده ایستادی. باز چی میخوای؟ چی؟ نیهال من میخواستم. تو یک دروغگو هستی. تو رو دیگر گوش کردن نمیخوام. تو رو نمیخوام. فهمی آخر دیگر عمر گفته میشست نیست نبود نمیشود. نیهال او را با خولش گذار. دف شو از اینجا. چای مونده آمدم. حاضر با لیمون می نشید. هندوک برای فکر کردن است. همه چیز را از تقدیر بین حمدی بای. گمان میکردم که در اویله فرزندی با عقل داریم، اما خطا کردیم. حساب نادرست از بغداد برمیگردد. عمر هم خطایش رو میفهمد. پدر جان شب با توی نمیرویم مگر؟ توی قادر همیشه بس مگر؟ خیریت گفتی. فراموش کرده بودم. اگر ما هم میرفتیم لباسهای نصرت رو هم آماده میکردم. البته میرویم همیخیر نه؟ هیچ کیفیتی توی بازی ندارم. از نام من توفه برید. این خیل نمیشود. شناس دیری نامو خفه میشود. دیگر به ما آبرو نمانده است. مرحمت کنم. حاضر همه با ما سنگ ملامت میزنند. همه در کوچه ها غیبتی ما رو میکنند. سرمان رو برداشته نمیتوانیم. آدمی غیبت چه غیبتش رو کرده میگیرد. ما یک سلام علیک پرسپوس میکنیم و برمیگردیم. ما رو هم نمیبرید خانم جون. باور کنید از اون روزی که اینجا آمدیم تنها در خونه هستیم. میخواهیم مراسم عروسی استانبول را ببینیم. حمدی بای خواهد البته میرویم. مایلش میرویم و زود میویم. خدا را شکر. به حد کار خوب میشود. زن خواستش رو گرد ما حتما برد میکنیم. در اینجا برد می بلا به سرمون میوید. راه قریب از این کار بر میگردیم. چی گفتنی؟ دست میکشی؟ والا سری وقت است. با آخی بر میگردیم. با آخی راه نیست. سعید رو دیدم چی کار میکنم؟ چی کار میکنی کردنگی؟ من زندانیشته نمیخواهم. با اینش من جواب میگویم. این کار رو با من میکنی؟ با سخن یک زنی دیوانه گفته خود را با آتش نمیپرتایم. من جانم را از بازار نخریدم. حاضر به درونی پوستت کار جای میکنم. ای شما اینجا چیکار میکنید؟ با تو چی؟ آخر به خانه ما نگاه کرده ایستاده. برای همین پرسیدم. با چشم من زیبا تو نگاه کردن گناه هست. چرا اینقدر داد و فریاد میکنی؟ زود باش آب بازی کن تازه شو. شام با جناب به مراسم عروسی میرویم. با آدمانی بزرگ استانبول شناس میشویم. ای زن در پایمون پای افضل نیست، در تنمون لباس نیست. چگونه میرویم؟ ستلمیش جون زیبا شدن از شرط نیست. این فرصت در 40 سال یک بار میشود. خانوادگی به مراسم عروسی میرویم. بیهوده فکر نکن. پیش درو. رفتیم. به آسانی حل می شود. آسان هم باشد من نیستم. و تو برانی کن. انتخابت را بکن. امشب به مزار می دروی و یا به خونه. جواب. عقلت را کار فرما. امشب کار را حل می کنیم. گوش میکنم. بگو. بله
شد. من در حال میویم. با کی صحبت داشته؟ با هیچ کس. چی خیلی با هیچ کس؟ گفتی که می آیم؟ با هیچ کس صحبت نکردم. ازگار چی شد؟ این چخل در پوشیدن است بهتر بیا. این کاغذ چیست؟ چی نوشته شده است؟ آخران آگاهی برای پرداخت پول مکتب. فردا پرداخت نکنید از مکتب پیش میکنم. رفته با آنها صحبت کنید. بگویید که در این کار بی من نیست. امکانیت میدیم و یا خاطر میبینن. کار کنید که مرا از مکتب پیش نکنند. روید به دوستتان بگویید. سخنم رو حیف نمیکنم. به دیگر مکتب میروم. چرا با او صحبت کنید. مدیر شناستان نیست مگر؟ من پیش پای کسی سرم رو خم نمیکنم. خودم رو پس نمیزنم. مادر من مکتب رو دوام دادن میخوام. من راضی هستم که در اتوبوس عذاب کشم مادر. با دوستتون یک قهوه می نوشه دشوار است مگر؟ من نزدیک کسی به زانو نمیزنم. فهمیدی؟ من اقبال جناس هستم. با کسی محتاج نیستم. تو چگونه مادر هستی ها؟ در کوچه ها آدمون برای فرزندانشان تلبندگی میکنن. تو با چیکار کردی؟ تو رو دیدن نمیخواهم. دیگر دهانت رو مکشو. رو از اینجا. غمگین میشم. همش خوب میشود. خود میبینی به میشود. یک راهش چورش رو مییابیم. تو به این همه باوری داری. همه چیز تو رد بر شده ایستاده. این خیلی فکر نکن. فکر نمیکنم. میبینم قرضای بانک رو باید پرداخت کنیم. پول داریم؟ نه. به مکتب هم رفتن نمیتوانم. به قریبی نانی خوردن هم نمیابیم. اما مادرم باشد پروایی نداره. او حالا هم دنبالی کیبرش است. پری باشد پری به خودش فایده میکوبد. تنها تو کوشش میکنی. آن کار رو رد نکردی آخیر؟ نمیتوانم ازگور. در آنجا کار کردن نمیتوانم. تو هم غرورت را مثل مادرم فکر نکن. گوش کن ازگور، این مسئله غرور نیست. کوشش کن مرا فهمی. آنجا با عمر کار کردن نمیتوانم. مرا ببخش. نیهال ما باید گپ زنیم. با من امکان ده. آخر این برای من نیست، برای تو هست. التماس. آخر جواب ده. نمیاد. بیا ما هم رفتیم. گوش کن، اگر یک بار دیگر همین سخن را بگویی میکشمت. آمد. اومده اید. به همه چیز تیاری؟ خونه خالی شد. کمی میستیم بعدم میدرویم. شور باشید. به خطر رو ندهید. بهار؟ دخترم خوب هستی؟ چرا در درون نیستی؟ یا تو هم مثل من دلتنگ شده ای؟ پدر به خونه برگشتن میخواهم. بهتر میرویم. نه آمدم. عیب میشود. زیغ شدی مگر؟
اکم تنها موند. به این هم غمگین بود. تنها مونده باز غمگین تر می شود. حقش همین. ما هم از روی غمگین شدیم. این همه رو برداشت کردن نتوانستم. از کف مردم ترسیده چونه کردم. در همین بیرون میستیم اگر؟ میستم. خوب نباشد. راننده رو میگویم با سطل نیش میروید. میلش؟ صندوق در اتاق خواب. صندوق رو ببینم دام اطراف رو نظارت کن. علش نظر رو مکم بگیرم. هرچی افته بگیر. چیزی قیمت های افته حرفت رو پر کن. اما علش بلش احتیاط کن. نیهال مرا گوش کن. ما باید گپ زنیم. تو باید مرا گوش کنی. تو رو گوش کردن اون طرف است. دیدن نمیخواهم. مرا راحت گذار. چرا اینقدر مرا تعقیب میکنی؟ همه چیزی خیلی نیست. اجازه ده گپ زنم. شد میلش. تمام فهمیدم. کوشش داری که مرا جزا دی، اما با چنین زن تنها مرا نه به خودت هم ضرر میرسانی. من ضرر میدهم. از روی تو و عائله تو ما به چنین احوال گرفتار شدیم. مرا راحت گذار. حیات مرا سوزاندی. نیهال از من دور شو. دیگر دیدن نمیخواهم تو را. دروغ‌هایت را از من پنهان کردی. باز چی میخواهی؟ چی میخواهی؟ نیهال مرا گوش نکنی یا نه؟ خواهی نخواهی مرا گوش نکنی. پیمانده باید با تو بگیرم. من دیگر را ندارم. سردی ایست چیکار میکنی؟ اپام رو با کجا میبری؟ ایست در را کشو. ایست یاری ده. در را کشو. اپا پلیس رو جه زدن در کن. پلیس رو رفتیم. میگویم ما رو با کجا میبری؟ از من چی میخواهی؟ با تو ایست میگم. ایست نرس. نیهال تینوز. بله عمر کارجان برده است با ماشین سفید. رقمش را نمیدونم اما 34 MP 3719 بود به فکرم. بله کمی پیشتر شد. خواهش میکنم اپام رو یا به زودتر اون رو نجات ده. خوب شده است. این رو کشودن نمیتوانم. چرا کشودن نمیتوانم؟ حیران ماندم. هیچ وقت چون این صندوق ندیدم. نمیدونم چه کشوده میشود. لعنت بودو بیگون مرد. یک طرفیست. ایستو. چی کار میکنی؟ رمز را که میدونستی چرا نگفتی؟ نمیدونم. میسنجم. رمز صد و برا رو ایفاز نکردن. شاید این رو هم ایفاز نکردن. سیم در رو کشا. همدی احمق دائم تیار خور است. سیم قربونت شوم سیم. نه این هم نیست. نه این هم نیست.
در کجا مانده باشد؟ چیکار میکنی؟ نگویم باز چه نرسون، ما دوستی نآمده ایم. نکن گفتم، مرا شرمنده نکن. جایش گذار نرسون. سرعت را از رو میبرم. صاحبان خونه آمدم. زودتر زودتر. ایستا در کشاده کو؟ عمر اکا؟ با فکر عمر اکا در خونه؟ شاید به هوای تازه برامونده باشد. چند روز زیغ بود. اینو پوش. ایت گفتم با کجا میبری؟ مرا با کجا میبری؟ ایستا گفتم با کجا میبری آخی؟ زرده ایستا بگویم نیاد زرده نرس نیاد ایستا نرس بگویم بگو نیاد ایت گفتم ماشین تاریخی کامیرا پایدو کرد وزیر برای کلون و سوی جنگل رفته شده است و دقیقی این جای ما رو گفته شده است. جای ما رو گفته شده است. 34 MR 37 19 75 12 فهمیده شد. مرکز تغییر میکنیم. شد زودتر باش. حرکت کن و این طرف زودتر. نیحال این کارو نکن خطرناک است. از صدمه دوچار میشویم. نمیگذارم مرا به هیچ کجا بری. نمیگذارم زودتر کشایی زودتر کشاده شام بدی نفرت دارم. تو را چشم دیدن ندارم. ایستو همین جای گوشی سفید است. واقعی کار تستر عبدالفند روزا مرکز در داخل جنگل گوشی سفید رو دیده و از قفلش تعقیب میکنه. کشایی زودتر باشه. چی شد؟ همینجا انتظار شم.
سحر راه گردیم برگشتن نمیتوانی. یگان ماشینی نیست که سوار شدی. از بالای تو من شکایت میکنم. میبینی حالا جزایت رو میدم. نهال این مراتب مجبور هستی که مرا گوش کنی. حالا جای گریز نیست. تا مرا گوش نکنی، تا دردم را به تو نگویم، نمیگذارم به هیچ کجا روی. خاموش. زودتر باش اکرمان بازی. چشمانت را کشا، قربانت شوم، چشمانت را کشا. بهار قربانت شوم، بهار چشمانت را کشا. بهار التجا میکنم، بهار تو برای من امانت بده. بهار سری من را در غلا خانم نوین، خانم نوین، نوین خانم نوین در کجایی؟ چی شد؟ با من این خیلی گناه نکن. زودتر یاری تجلی را جرزن. قربانت شوم. چی شد با خانم کوچک؟ چی شده؟ از چی گپ شد؟ گپ زد. سوال دادن نیست. زودتر رو. بهار میمیرد. زودتر. بهار التجا میکنم. بهار چیکار کردیم اگه؟ ما چیکار کردیم؟ اگر دختر مرده باشد حالی ما چی میشود؟ دختر رمان رفته. چی شد؟ چیکار دختر؟ با دختر چی کرد؟ دختر از این پای افتی سرش لرز خورده است. شاید مرده باشد. شاید مرده است. ما کاری خواستمان را تمام کردیم. زودتر شما چیکار کردید؟ با خونه برای دوستی کردن در اومده. لعنت خدا بر شما. دمت رو گیر رفتیم. ذاتی دها دختر رو چیکار کرده؟ چیکار میکنی؟ اکنون ما را دستگیر میکنن. دیوانه کنی. نهال من وقتی زیاد ندارم. مرا گوش میکنی؟ گوش میکنم. مرحمت هر سخنی داری بگوی تا اینکه این کار خاتمه یابد. من هرگز در حق تو بدی نکردم. قسم میخورم که دروغ نگفتم. منم با مانند تو از اول نمیدانستم. حقیقت رو فهمیده خودم رو گم کردم. نهال باور کن تو برای من از همه چیز عزیزتری. برای همین مرا به اینجا آوردی؟ برای اون که فریب کنی؟ من این خطا رو یک بار کردم عمر. دیگر تکرار نمیکنم. فرض کردین که من دروغ گفتم. فرض کردین که من شخصی فریبگرم. در کودکی هم دروغ میگفتم مگر ها؟ سرگذشتم نیز دروغ است. آن پسری خردک که یک عمر گوش و رگ را با خودش پنهان می‌داشت مگر دروغ میگوید؟ وقتی که تو را در دفتری کاری دیدم در حال فهمیدم که تو نسبتی اون مرکار جان نفرت داری. آیا میدانی که من چند مراتبه مرده و زنده شدم؟ اگر جای من میشدی چی کار میکردی؟ برایم نقاب میکشیدم. تمامی حادثه های گذشته رو به تو نقل میکردم. آیا تو گمان میکنی که من برای گفتن کوشش نکردم؟ چندین مراتبه تو را برای فهماندن دعوت کردم. هرگاهی که تو را میدیدم جسارت نمیکردم که حقیقت را گویم تا اینکه دل شکسته نشوی. نهال تو یگانه محبتی من است. برای همین من نخواستم که محبتی خود را از دست دهم. مصیبت آوردی. چنان مصیبتی آوردی که حیاتم را فراموش کردم. نهال عذر میخوام، مرا ببخش. به خاطر تو
از باری همه چیز میگذارم، از شرکت، از خانه، از ماشین، از باری همش میگذارم. برای تو شده همون پسری فقیری پیشینه میشوم. بیا از اینجا روی. من از باری آله کارجان میگذارم و تو از باری آله تیناس. تنها عمر و نیحال باقی میمونیم. به خاطر یا کودکان زندگی میکنیم. کی بودنمون را فراموش میسازیم. همراه من میروی. دستتون رو بلو کنید. حرکت نکنید. تسلیم شوید. تسلیم شوید. تسلیم شوید گفتم. صبر کن قربانت شوم ما رو تنها نگذار من با این در بعدا زندگی کردن نمیتوانم بهار دکتر آیا او زنده میماند شاید نشود نبض دلش پش رسیده چشمش به حرکت نمیباشد احوالش بد زودتر به دکتری جراحی معاینه سر در تماس شوید احوال بیمار بد است معاینه سرش ضربه سخت خورده خداوند قربانت شوم با او حیات ببخش قربانت شوم خدایا یا الله ستیلمیش بخیر باشد بخیر است ستیلمیش چی شد حمدی بای؟ چی شد؟ چه گپ شد؟ بهار چی شد؟ با بهار چی شد؟ گپ زن حمدی بای با بهار چی شد است؟ چی شد است میگویم ایستا خدایا تو بخیر هستی شما پدر چی شد؟ بهار مجروح شده است او را با بیمار خانه بردن چی؟ از کفای من حی کنید زودتر حی کن زود باشه خانم خدیجه التماس میکنم گریه نکن آرام شو همش خوب میشد آرام شو گفتم آرام شو من از دخترم ببره زودتر باشین بوده که بیچاره میمیرن زودتر باشین تو بهار ما رو تنها نگذار با من امانت بده بهار خواهش میکنم نمیر من به جای تو میمیرم نمیخواهم او را محافظت کردن توانستم بهار خدایا خداوندا به دخترک من عمر ببخشه خدایا خداوندا دخترکم رو در پناهت نگاه دار زودتر دخترک شیرینک من خدا نگهبانت باشد دخترکم نیحال بیا همش رو از سر لب آغاز کنیم هر چیزی که در پیش راهی ما مانع می شود چی مصیبت چی شادی و خرسندی چی فقیری و چی غم و غصه یک جای حل میکنیم نیحال من با تو زنده ام لطفا با من یک مرتبه دیگر اجازه ده به خاطر آن کودکی که تو را از شاه نجات داد امکانیت ده عمر برای من این موضوع خاتمه یافته است هرگز این موضوع را دوباره نمیکشم اکنون برای من یک عمر مونده است نام او را نواموختم کودکی که در نزد چاه بود او در نزد چاه موند اما حسیات او در دل من زنده است لکن من نسبت تو و عائلت نفرت دارم نفرت خانم خوب است شما آقای مأمور اشتباهی شده است مرا به خانه ببرید her şey mi yalan kimdir ki aldanan oynanıyor mu perde perde bize kalan söyler mi zaman kim haklı kim haksız zalimle mazlumu anlamaktır zor olan
her şey mi yalan? Kimdi ilk aldanan? Oynanıyor mu perde perde bize kalan? Söyler mi zaman? Alo. چیکار می‌کنی یکا؟ خودی حاضر میایم. Satılmış. Satılmış. Duklarımdan cihalar. Satılmış. برو کریسته بردن نمیدانم دکتر ها میگم نمیگویم ستلمیشین با کچکل روی داد گفتم آخیر گفتم مرا ببخشید به خانه دزدر اومده من با آنها میجنگیدم بهار را موقع در کنه بدوانیدم در پیش چشمان موقع دارم سرش بزین پویزد از گوشش خون جاری شد نمیدم دستایم پرا خون شد او را نجات داده نتوانیستم امانت شما را صاحب کرده نتوانیستم سرده او را چشمار کرده بارم شو بارم نبرده است بارم زنده است او را بدنم بردن یکا چیز نگردن خونه دخترکم خاطره تو با کجا بروی همش نخ میشوم همش خوب میشوم سپر کجا همش مادر جان آرام شو گفتم تو همش نخ میشود همش نخ میشود بیا مادر جان مادر جان اینجا بگذارید مادر جان بگذارید دخترکم همش مادر جان اویا با شما چنین عهد کرده بودم رفته دزدی کنید گفتم مگر دختر رو کشید گفتم سوزاندید حیات دختر رو دمت را گیر آیا ما رو ساتگومون کردی آخر ما خانه برای مهمانی نرفته بودیم که برای دزدی رفته بودیم اگر دختر میرد حیاتی ما میسوزد ما رو مییابند حتما ما رو مییابند چه خیل مییابند یگون ایزی ما رو نمییابند ما کار را پاکیزه حل کردیم اکا مییابند اگر کودک مراد حتما مییابند ولو نمیزند با این خطر رسیدن کودک نمیمورد اکا سر ضربه سخت خورده است من دیدم یک دخترکی ناجیسک باز کسلی بوده است او نجات نمییابند در زندان پوسیده میرویم خدایا ما چیکار کردیم خدایا دختر جانکم بهار من خدایا به او حیات ببخش من طاقت کرده نمیتونم خداوند شفا دیت هم ببایی دوان آمدم حالش چی خیلی است نمیدانم تا حال یکون چیز نگفتم وای شاید مرده باشد مخفی نگاه میدارند از دهانت شمال برد چه خیلی زبانت گشت و او یکون گپ نشد از دختری من خدا خواهد زنده میماند در اینجا یکون دختری نیست که حال دخترمون رو فهمه آقای عمر در خانه نبود همیخیل عجیب بهار عمر گفته به خانه آمد از پشتی او شده جون به اسرائیل میگهد اهل کیف صفا شده است حالا باشد در کیم کدام طرف خانه استراحت دارد بهار کارجان دخترک خردسال سلامتی او چطور است یگون چیز گفته نمیتوانم التجا میکنم انتظار شده بله از وقتی که دکتر برآمد شما ما رو آگاه کنید خوب آرام شد اینجا شید پدر سلامتی بهار چی است اینو بکن تو در کجا میگردی چرا در خانه نبودی پدر مر خودت رو به نادانی نانداز وقتی که تو کیف صفا میکردی بهار در فکر تو بود آیا همین خیلی خود رو صاحبی میکنی کنی تو در شو اجازه نمیدیم که با بهار نزدیک شوی او رو نمیبینی نمیفهمی من باید بهار رو بینم دو شده رو از اینجا
باز یگان نامعقولی نکرده دف شده را. تو میگم دور شو. بس است. یکدیگر رو خوردید بس نیست. در اینجا عقلا جنجال نکنید. در درون دختری من و خواهر شما بیمار خوابیده است. جان و جگر ماست. کمی خودتان را حرمت کنید. از خدا شرم دارید. دختری من در جاگه مرگ است و شما باشید اینجا بحث میکنید. مادر جون آرام شدید. همش میگذره. بخواستی الله همش خوب میشود. آرام شدید. اینها را تقسیم میکنیم. همه از پی کار خودش میشود. یک چند مدت پنهان میشویم. تقسیم نمیکنیم. تا آرام شدن وضعیت آنها را پنهان میکنیم. من راضی نیستم. خودم را زیر خطر گذاشتم. به هیچ کس نمیدم. بس چیکار میکنی؟ رفته به دکانی جواهرات میفروشی. کنی فروش پول را نگرفته پلیس را دستگیر میکند. این مثل دیگر جواهرات ها نیست. اینها را برای زیب و زینت دزدیدیم. نباشه چرا دست به این کار زدیم؟ من به اون خانه برای دزدی کردن ندر آمدم. نقشه من دیگر بود. از کجا میدانیم که تو ما را فریب نمیکنی؟ آیا تو ما را ساده گمان میکنی؟ کاری سودا رو بر دوش من گذارید. من حق شما رو میدهم. شما به من باور کنید. من باشم به شما باور میکنم. یگانه راه نجات همین است. لجامت در دست من است. اگر یگان نامعقول کنی تو را میکشم. زودتر این کار را حل کن. اپا تشکر. شبتون بخیر. اپا خوب هستی؟ با تو ضرر نرساندن آخیر. خوبم. گپ زن. با تو چیکار کرد؟ هیچ. تنها گپ زدن خوست. دروغ نگوی اپا. اگر با تو یگان کار کرده باشه دور یگان گپ نشده است. گفتم گپ را دراز نکن. زود به درون تو آدمی که من هستم نمیگذارم به اپام کسی دست دراز کنم. اوف گور. زود به درون گفتم که هیچ کار کردن نتوانیست. اما که عریف به کجا رفته ایستاده؟ بخیر است؟ به خانه کارجن ها دوست در آمده است. خواهر عمر بهار را زخمین کردند. او را به بیمارخانه بردند. سلامتیش چه خیر باشد. کودکی بیچاره در دم مرگ است. خدا به او شفا دهد. خیر میل سلامت باشید. ازغور تو در اینجا چیکار میکنی؟ شما رو میگفتم در هیچ کجا نیافته خواطر شدم. خواطر نشم سرم. هواگیرم گفته به بیرون برآمدم. در همینجا سر میکنی و یا برای آنها به اینجا آمدی؟ بیهودگویی مکن. با اون چیکار دارم؟ رحم را گم کردم. بیا رویم از اینجا. ازگور چی گپ شد؟ هیچ چیز نشده است. سلام آقای حمدی. خداوند شفا دهد. تشکر. برای کار دزدی تفتیشات آغاز کردیم. با یک چند سوال جواب دادنتون راضیم. آقای مأمور حالا وقتی سوال نیست. عصبانیم. با سوالهای شما نمیرسید. دیرتر بیا دیرتر. آقای مأمور خوبترش دیرتر با سوالهایتون پاسخ میگیرید. مایلش. دخترم همشیره خانم یگان گپ کنید. احوالی دخترم چطور؟ احوالش چخیر؟ چرا همه خاموشند؟ چرا یگان کس چیزی نمیگوید؟ خوب است بد است اقلا یگان چیز گوید. این چه بیمارخانه. مادر خودتون را عصبانی نکنید. بیایید اینجا شیرید. میفهمیم. مهم سلامتی بهار خوب باشد. خدا جان قوتش ده. برکت.
در اینجا کیست؟ مادر؟ در اینجا چیکار میکنی؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ در این نیمه شب در کجا میگردی؟ با من چیکار داری؟ چی؟ با توی ثباتی هم؟ با دوزها همراه شدید همین خیلی؟ با مادر تهمت نزن. گمان میکنید که از پس آنها رفتنتون را ندیدم مادر؟ همه‌اش را فهمیدم که چرا آنها را به پلیس خبر ندادید. همین خیلی؟ فرمان دادید که خانه کاجنها را به اغنا برند. بی تربیه. من با آنها چیکار دارم؟ راه را گم کردم. همه راه ها به هم دیگر مانندند. که بیچاره رو چیکار کردم چیکار کردم هم تمام عمرش عذاب کشید در یک صدمه فلج شده بود نه دویدن نتوانست و نه با دکانه هایش بازی کرده حالا باشد یک جانی داشته کش رو از دست میدهد بارکی جانکی من مگر خاک را قبول میکند جانی مادر برا تو خانم سخنی بد روی انسان را میشکند. شما را هفتاده نشده امید به آینده ببندید. تقدیر در دست خداوند است. نباید شکایت کنید. مادامی که مصیبت به سرتان آمده است باید به مولای خود زاری تولا کنید. از بیهوده داد و فیغان زدن مگر یگان فایده هست؟ یاری فستان چیکرم میسوزد یک مرتبه سوزش چیکری مرا احساس کنید و دلتان آبی صبر را پیشه کنید تا اینکه آتش را خاموش کند و به جهنم مبدل نگردد. تنها دعا کردن لازم. بیهوده نشسته داد و فیغان نزنید. وقتی دعا کردن است بهار تنها منتظر دعاست. خدایا کودک بیچاره نمیرد صحت سلامت است دخترم چی شد؟ خانم همشیره چرا اینقدر تلاش داریم؟ چی شد؟ یا با دخترم نگاه نقطه شد می؟ با دخترم چی شد؟
مادر جان آرام شد آرام شد قدری تو رو با دست گرفت مادر آرام شد یه چیز شده است آرام شد مادر جان شد تمام مادر همشیره کمک کنید کمک کنید همشیره مادر جان گریه نکنید آخه دکتر خواهرم خوب است آقای دکتر چرا چند ساعت شد که جواب نمیدید چرا یکم کم نمیزنید آرام شد برادر مامان جواب ده عصبانیتون رو نگیرید آرام شد برادر گفتم همه خوب باشد برادر جواب ده شد آرام شد خانم اقبال آقای شاهین بخیر است در اینجا چی کار میکنی؟ من برای تشخیص کردن اومدم اما اویله کارجان در اونجا با آنها وخوردن نخواستم از رحم برگشتم با فکرم دختر چشم بیمار است همشیره ها گفتن سلامتیش چخیر زنده است؟ متاسفانم سلامتیش خوب نبود دکترها هر چیزی از دستشان آمد کردند یعنی وفات کرد؟ نه دکترها مهارت خوب نشان دادند از حالات خطرناک او را نجات دادند حالا باشد قسمی اساسی کار آغاز شد گناهکاران باید دستگیر شوند سلامتی کودک خوب شده است با فکرم از قفوی این کار دیگر نمی شوند گمان نمی کنم پالیس ها برای کودک های ثروتمندان شده بسیار سعی و کوشش می کنند چنانه که به من خبر رسید پالیس ها عین حال معلومات های عجیبی را به دست آوردند چه خیلی معلوماتی عجیب در را شده زنگوله را خاموش کردند گنجو را باشد به آسانی کشادند پالیس باشد از دو شخص شبهه دارد یکی عمر کارجان شاید به آنها کمک کرده باشد کسی خانه را خوب میداند پس دیگرش کیست؟ دیگرش سابق صاحب خانه یعنی شما هستید چه من این کار را من نگفتم که شما کردید شما هرگز این خیلی نمی کنید لیکن شما عدالت را خوب میدانید یک دو معلومات که یافت شود دیگر کافی است خانم اقبال وضعیت متشنج است با دقت شوید اگر شما گناهکار هم نباشید یک کار کرده شما را زیر چوب میکشند آیا مرا فهمیدید؟ عاقبت این کار بسیار خطرناک است راست میگویید خانم اقبال من همیشه با شما هستم گرچه با عائله کارجان ها هم کار کنم از صمیم قلب در طرف عائله تیناس هستم دخترک شیرینکی من بهارکی من جان و جگرکی من خوشرویکی مادر خدا را شکر که دخترکم را حیات بخشید شکر خداوند مادر هزار شکر تو به خونه را با پلیس آواره شو بیایید مادر جان اقلا همین کار رو بکن تا از تو فایده باشد لطفاً اجازه دید بروم خدا از شما راضی باشد زحمت کشیده به اینجا آمدید استاد در حق ما دعا کنید شما نیز دعا کنید عین حال به سر شما مصیبت آمده است خودتان را احتیاط کنید شیطان از این فرصت استفاده برده در قلب های شما وسوسه می اندازد حتی کلمه بسم الله را از خاطر انسان می برارد تا اینکه به زبان نآورند دعا کردن را فراموش نکنید خداوند هر چیز زودتر شفای کامل دهد تشکر استاد پالیس باشد از دو شخص شبهه دارد یکی عمر کارجان دیگرش
سابق صاحب خانه یعنی شما هستید. پول تیار شد، مالها را فروختی؟ دیوانه شدید. وضعیت را آرام نکرده فروختن ممکن است. پلیس دنبالی ما می شود. ما را آواره نکن. امروز پولهایم را میخواهم. امکان ندارد. اگر امروز آنها را فروشیم فردا زندانی می شویم. باید با عقلانه رفتار کنیم، نباید از ما شبهه کنند. مرا گوش کن. اکنون همه گناه به گردن ما شد. تو باشی در این کار شریک هستی. اگر خودی امروز آنها را فروخته بیاری خوب، اگر نیاری تو را با پلیس خبر میدیم. فهمیدی مرا؟ اگر خبر دهی حیاتت را میسوزانی، با زندانی میشوی. ما با این خیل کارها عادت کردیم. اما تو در زندان چیکار میکنی؟ اول فکر این را کن. پول را خودی امشب میخواهم. زودتر رفته. مادرم رو ندیدی؟ با گمانم شب به خانه ناومده است. سحر بر اومده بود، ندیدی؟ باید بخوریم، مصلحت کردنم لازم. امک عارف از بیمارخانه اومد. سلامتیش خیلی بوده است؟ یگان گپ گفت؟ صحت شده است. امک عارف هم گفت که سلامتیش خوب شده است. خدا را شکر. برای اویله کورجان بسیار خوشحال میشوی. آفرین به تو. او باید آینده خویشی تو میشد، همین خیل نه؟ پری گپ سری حیات یک کودکک میرود، به این چی علاقه دارد؟ اگر دوستو چیست و چالاکتر میشدند، حالا عمر کورجان رو برای تسلا دادن با خود میگرفتید، همین خیل نه؟ پری دوستهای ابله. من که بودنی اون دوستها رو میدونم. دوستهایی که خانه امان رو غارت کردن. مادرم شریکی دوستها. بعد با آنها جنگیدم. وای زد، ما زدم. چی شده نشون نفهمیدم. چهرهشان رو دیدید؟ اگه چی خیل بینم. آنها نقاب داشتن. اگر میدیدم نپرسید. سری او هم گرنگ شده است. مگر یگان نشونه دیگر نیست؟ پای انگوشه رو کافتوکاب داریم. یگان معلومات یعنی نیست. همکارانمون کار رو ادامه میدهند. یگان کس آنها رو دیده است؟ این حادثه دقت یک همسایه شما رو جلب کرده است. در مقابل خانه شما 2 نفر رو دیده است. پس آن یک زن دیگر با آنها همراه شده است. زن؟ کی باشد؟ روی آنها رو ندیده است. خانم نوین، شما چیزی رو میدونید؟ نمیدونم آقای عمر. من خودم همان شب در حیرت افتیدم. همان شب دارو خورده خواب کردم. نصف شب باشد صدای داد و فغان به گوشم رسید. وقتی که بیدار شدم الکی واقعه رخ داده بود. جهازهای الکترونی را برآوردند. اشیاءهای دزدیده شده را معلوم کردیم. رسمی آنها را گرفته تقسیم نمودیم. اینها میباشند. فهمو. یگان گروه را وظیفه‌دار کنید. کوشش کنید معلومات جمع کنید. اطاعت کمیسر. اگر یگان چیز شد ما شما را خبردار میکنیم. خوش باشید. سلامت باشید. رفتیم. سیمش زن بوده است. زن. این زن کی باشد؟ ازگور بیهوده گویی نکن. او مادرم نیست. این امکان ندارد. اپا نمیفهمی. مادرم چیکار کردنش رو نمیدونم. گفتم کو با چشمان خودم دیدم از خفای آنها میرفت. دوست بودن آنها را مادرم در امنیت رد کرد. آخر معلوم بود که آنها دوست هستند. مادرم آنها را استفاده برده به خانه کورجانها دزدی در آمده است. اشتباه میکنی ازگور. مادرم این خیل کارو نمیکنه. هرگز بچونی کار دست نمیزنه. قدم گذاشته است. مادرم دیگر مثل پیشینه نیست. حالا است من اثبات میکنم. اثبات میکنی؟ اکنون در فکر جزا دادن مادرم هستی. تو رو از مکتب پیش کردن گناهکار مادرم میباشد. همین خیل؟ پس بگو عیبی کیست؟ اگر مادرم میخواست رفته با مدیر این کار را حل میکرد. اپا این مسئله با این کار دخل ندارد. قسم میخورم که قصد گرفتن نیستم. دوستها را مادرم به خانه در آورد. ازگور بس کن. میبینی اثبات میکنم. و تو اثبات میکنم. این کار را از داخل خودمون کسی کرده است. کسی هست که خانه را خوب میداند. از درون ما کی این کار را میکرده است؟ آخر ما عضو یک عائله ایم. این را همه میدانیم. انسان به پول و مال محتاج شود پیروی از شیطان میکند.
تو چه گفتن میخواهی؟ چخیر گویم حمدی بای، وقتی انسان به حادثه دچار شود عقیده‌اش دیگر می شود. باید از شخصهای شپناک آغاز کنیم، از حادثه های گذشته سر کنیم. گپ رو کشانو نکنو، مقصدت رو گذن. حادثه‌ای که اثر آقای عمر گذشت، دزدیدن پول‌ها از شرکت، در مجله با قانونی و رسمای او نشر شدن، به هر حال انسان به شبهه میافتد. تو چه ها گفته ایستاده ای؟ عمری خیلی کار نمیکند، او حتی دیروز در خانه نبود. پدر آقای شاهین شاید حق باشد، شاید میدونست که این کار میشود و برای همین از خونه برآمده رفت. شاید این نقشه کاری خود او باشد. تو برادر خودت رو تهمت نکن، شرم نمیداری؟ تهمت نه، احتمالیت رو گپ میزنیم. اگر گناهی صادر شده باشد باید احتمالیت را بررسی کنیم. به خانه به آسانی در آمده، زنگوله را خاموش کرد. فرض کردیم که کلیدی خانه را یافته است، اما رمز زنگوله را از کجا میداند؟ باز فرض کردیم که رمز را هم میدانست، اما رمز صندوق خزینه چی؟ رمز صندوق خزینه را از کجا؟ اینها بی اساسند، سفسطه نخون. نخواد که برادر دیده و دانسته خواهر خود را کشد. آخر ما نمیگوییم که او دیده و دانسته خواهر خودش را قصد کشتن داشت. در توی بدن شما را میدانست، اما نمیدانست که بهار بر وقت به خانه برمیگردد. همیشه نه، آتش را افروختن آسان، اما آتش را خاموش کردن مشکل. من هم آقای عمر را دوست میدارم، لیکن سلامتی شما برای شرکت و من مهمتر است. از برای خدا پدر چشمانتون رو بگشایید، همش عیان است. غیر از عمر دیگر کس نمیکنم. پولی که اون روز گرفتن نتوانست امروز گرفتن خواست. آخر باید فهمید دیگر فریفته این بازی نمیشوم. به دلیل و سند پسرم را تهمت نمیکنم. این موضوع تمام. اقدام چی نگاه میکنی؟ مادر نقشه شما رو میدونم. دیوانه شده ای؟ از من دور شو. کوشش دارید ثروتتون رو برگردونید. پری گفتم از من دور شو. مادر، من نیازگور هستم و ننیحال. نقشه های شما رو خوبتر میدونم. شما دوستو رو امر دادید همین خیل نه؟ شرم نکنید. میتوانید همش رو با من گوید. مادر مجبور نیستید که این کار رو تنها عملی کنید. میتوانم با شما کمک کنم. التجا میکنم آروم شوید. مایلش دخترم، لیکن یکون نفر نباید داند. مایلش. اینها رو دزدیدند. پلیس در کفت و کوب است. 2 کس بودند، اما روی آنها رو کسی ندیده است. باز یک زنی دیگر هم بود. گویا فراموش کردید. بله، یک زنی دیگر بود است. کنی گوی تو اون شب با کجا رفته بودی؟ من به این موضوع چه علاقه دارم؟ جواب ده، در کجا بودی؟ یک کار داشتم. با پولهای دزدی کارت رو بود کردی؟ همین خیلی نه عمر؟ آقا تو چی ها میگویی؟ این خودش چی گپ؟ هیچ گپ نشده است. اگر شده باشد هم یک روز نه یک روز معلوم می شود. شخصی که منبر حتما جواب میدهد. پدر چی گفتنی هستید؟ من را گناهکار میکنید ها؟ پلیس را به شرکت جیغ زن. میخواهم با او صحبت کنم، خودم تنها. من حسابو که تو به این کارو نکرده بودم. آخر در خانه کسی نبود. اگر دخترچه به نزدمون نمی اومد و اگر اون ابلهون دوستی نمی کردن، یکون کس از در اومدنی ما خبر نمی یافت. اما همه کار به خوک یکسان شد. اگر دقتی پلیس ها رو پریشان نکنم، امروز یا فردا به خانه ما می آیم. دقتی اونها رو چقدر پریشان میکنید؟ تو به من کمک میکنی؟ البته میکنم، اما چی طور؟ جواهرات های دزدیده رو به دفتر کاری عمر بردم. گناه رو به سر عمر بار میکنید؟ مادر، کسی با این باور نمیکنه داخل. یکی از شخصهای شبهه‌آلود میباشد. آنها گمان دارند که نفری از خانواده خودشان این کار رو کرده است. تو با او دوستی خوب داری. جواهرات رو گیرو به اتاق او گذار. پس عمر رو با من پس میکشن.
مرا شریک نکنید. من چنین حق ندارم. پری دیوانگی نکن. حمدی هرگز پسرش رو جزا نمیدهد. افشا نکرده جنبست میکند. اگر فهمد که این کاری من است حتما مرا زندانی میکند. اگر اون مرا جزا دهند چی؟ اگر سریع در بلا ماند چی؟ گفتم که جزا نمیگیرد. یک شپاکی میزند و پس میشود. یگان کس فرزندش رو به آتش نمیپرتاید. پری تو به من یاردم میکنم گفتی. دیده و دانسته مادرت رو به آتش میپرتایی. مایلش گفته‌تان را اجرا میکنم. جواهرات ها رو با اتاق عمر میگذارم. رحمت دخترم رحمت. مادر رسم چی میشود؟ اون رو فروخته پول اون 2 ابله رو میدهم. نباشد مرا دیوانه میکنن. چی خیلی میفروشید؟ نمیدانم. یگان راهش رو میابم. بعد دماغم بوی حسیات‌های بد میآید آقای حمدی. هرچی کوشش میکنم که فکر این را نکنم اما از سرم شبهه ها دور نمیشود. آقای عمر این دختر را ندانسته به کار قبول کردن خواست و این دقت مرا جلب کردین باشد سبب شبهه همکاری آنها شد. اوکی. به سر من تنها یک نام میآید. نیهال تیمناز. پدر معلوم است که این کار را همراه نیهال کردند. پولی که آن روز از شرکت گرفتن نتوانستند امروز با این راه گرفتنی شدند. بس کنید. بگذارید این کار را پلیس خودش حل کند. پدر خودتون را بیهوده مانده نکنید. شما هم این را میدانید. راستی گپ خودتون هم با سخنهای ما هم فکرید. اما قلبم هم فکر نیست. بی دلیل یک نفر را گناهکار کردند. پسرم را تهمت کردند. آخر وجدانم قبول نمیکنند. برای آنکه شما نمیخواهید. زیرا عمر پسر دوست داشته شماست. بس! زنید. مشتکی به عمر نزدید، برای من زنید. باید این موضوع سخن گفتن رو قطعا من میکنم. تا معلوم شدن کار حتی یک حرف هم نمیزنید. شیرینکی من تو از خوب زیر نکردی. بس است اکنون چشمانت رو گشو. نگاهی تو رو یاد کردم. تبسم هایت رو. عین حال اکد به تو احتیاج دارد. چشمانت رو باز کن. کسی که این کارو کرده است مییابم. وعده میدیم که مییابم. یک اونجا نشسته صحبت میکردیم خوب میشد، اما تو راه گشتن خواستیم. هیچ گپ نه. با تو یک جا بودن برای من کافی است. وقتی که همراه تو باشم از تمام غم و غصه نجات مییابم. خودم را بسیار خوب احساس میکنم. میدانی نیهال، میخوام که همیشه همراه تو باشم. هرگز جدا شدن نمیخواهم. یک عمر با تو بودن را میخواهم. بیا خانه دار میشویم نیهال. اویله برپا میکنیم. آرزوهای ناپوره‌مان را به سامان میرسانیم. اکنون یگان چیز پیش راه ما را گرفتن نمیتواند. صدری خواهش میکنم بچه گفتند اعتبار ده. نیهال، تو با من باور نمیکنی. برای تو شده چی کارها رو نکردم. پول و مالم رو، تمام ثروتم رو برای تو صرف کردم. صدری گوش کن. آیا من تو رو مجبور کرده بودم که همه این رو برای من فدا کن؟ لیکن من کردم. برای تو شده تمام کارو میکنم. تمام کارو. این رو میفهمی؟ میخوام که با مثل پیشی نباشیم. یک جا باشیم. نه صدری، دیگر اون روزها بر نمیگردن. اکنون دیر شده است. چرا دیر شده است؟ من اینجایم، تو هم اینجایی. سبب جدا بودنمون در چیست؟ این رو قبول کن. ما دیگر هرگز یک جا شدن نمیتوانیم. دیگر یک جا شدن نمیتوانیم. حتی وا خوردن ما خوب نیست. مرا از فکر و خیالات برو از بحر این عشق گذر. نمیتوانم. گفتم که نمیتوانم. به تو زندگی کردن نمیتوانم. نیهال، نمیتوانم. عشق ما تمام شد صدری. تمام شد. دیگر با من زنگ نزن. نمیفهمی نیهال. نمیفهمی. تو رو هرگز از دست دادن نمیخواهم.
салом. با آقای نصرت بخوردن میخواستم. آقای نصرت عین حال نیستند اما میآیند. میتوانید منتظر شوید. مرحبا. مانده نباشه. تشکر. تا اومدن پلیس ها همه رو از نظر گذارن. خوب میشود. از ما انتظار جوابند. بیا با اتاق آخری میرویم. من حجت رو میارم. تشکر میگویم. رسم رو ساعتی 6 گرفته میارم. به شما نشان میدهم. البته تا دیدن. عجب پری چی کار کرده باشد. کاش به این کار دست نمیزد. تنه یک زن زدم در کجا باشد. بگمونم که اومد. صدری با شما صحبت کردن میخواهم. شیکا حجت های امپیچی بلوی میزی من بودن اما اونها رو نیفتم. در طرف چپ میز دیدم. تشکر بسیار باشه. اومد. پلیس ها اومدن. حجت ها رو منزلتر بیا. حاضر میایم.
خانم پری، آقای نصرت در مجلس می باشد. شما مرحمت کرده شینید. مرحمت. تو حال یگان معلومات گرفته نتوانستیم. خانم نوین رو زیر سوال قرار دادیم. کوفتوکوب کردیم. اما یگان دلیلی افت نکردیم. ایزی انگشت‌ها نتیجه نداد. همش ایزی انگشت‌های خانواده خودتون در اومد. معلومات‌های آقای زتلمیش کافی نیست. شاید وقتی که دخترتون باهوش شد یگان معلومات گرفته توانید. تو اون دم یگان کار نمیکنید؟ برای مالای دزدیده شده کار را سر کردیم. دزدان ماها را فروخته میخواهند. در فروش دستگیر میکنیم. شما از یگان کس شبهه دارید؟ یعنی یگان شناسی شما این کارو کرده میتواند؟ نه خود شناسای ما به خانه در اومده بهار رو ضرر دهند. درو با آسانی کشیدند. رمز درو در یک مرتبه کشیدند. یعنی یا دزدان متخصص عالی میباشند یا یکی از شما به آنها کمک کرده است. امکان ندارد. خدمتگزارانی که در خانه ما انسان‌های خوبند. آنها این کار را نمیکنند. اقبال خانم، من تا حالا دخترتون رو دوست می‌دارم، حتی از خودم هم بیشتر. برای با او خانه‌دار شدن هر کاری که گوید میکنم. هر کاری که گوید. وعده میدی؟ البته. به من کمک کنید. یگان راه نشان دهید. من باشم تمامی درخواست‌های شما رو بجا میارم. میتوانم که شما را از این پریشان حالی نجات بدهم. هر چیزی که میخواهید میدهم. اگر لازم شود شرکتم رو، ثروتم رو میدهم. شما خوب میدونید که برای نهال من چه کارها رو انجام دادم. بازم میکنم. اگر با نهال خانه‌دار شوم، تمام ثروتم رو در اختیار شما میگذارم. میخواهم که او همراه من باشد. باز به نزدم برگردد. اون روز دریچه مال و ملکم رو برای شما باز میکنم. کمک میکنید. شما نهال رو راضی کرده میتواند که با من عائله برپا کند. باز چخیل شما رو باور کنونم که نهال رو دوست میدارم. به من کمک میکنی. برای نیست کردن عائله کارجان به من کمک میکنی. برای این تخمم رو گرفتن، برای شان و شرفم رو برگشته گرفتن، مرا یاری میدهی. این کار از همه دیده ضرورتر است. من به ثروت تو کار ندارم. این کار را کرده میتوانم. در عرصه سیاسی رفیقان و نزدیکان زیادی دارم. همه کار از دستم میآید. یگان رو میابیم. یک جای شده عائله کارجان ها رو به خاک یکسان میکنیم. کفت و کب میکنیم. فرصت ها رو از دست نمیدیم. چاکنده انتظار میشویم. هرگز از این نقشه دست نمیکشیم. طوری که تو از نهال روی نمیگردانی، از این کار هم دست نکش. به خاک یکسان شدن عائله کارجان ها رو در دوی شما تنتنه میکنیم. فهمیدی؟ شما رو بسیار یاد کردم. از تنهایی زیادی گیر شدم. خزام شدم. تنها ماندم. دیگر به هیچ کس باور کردن نمیتوانم. خواستم که به صدری باور کنم، اما نشد. در وقتی محتاج بودنم مرا ترک کرده رفت. من رو باور کردم. حیاتم را سوزم. زندگی رو در چشمم سیاه ساخت. ولی خانواده رو باشد میدونه. ازگر حالا کوچکک است. پری رو خودتو میدونه. مادرم مثل پیشینه بسیار قبیح و تندرو است. تا حالا هنونگو نمانده است. پدر شما چگونه با او صبر کردید؟ چگونه؟ چی تر سالیانی زیاد صدایتون رو نبرآورده با او زندگی کردید؟ آیا مثل من شما هم تنها بودید؟ همین خیلی پدر من هم مثل شما رفتار میکنم. آیلم رو صاحبی میکنم. به خاطر آنها کار میکنم. روی افتاده نمیشم. به رفتارهای مادرم اهمیت نمیدهم. چی طوری که مرا در کودکیم دوست نمیداشتن تا حال دوست نمیدارم. پدر من شما را یاد کردم. بسیار یاد کردم. خوش آمدی خانم پری. مرا دیدن میخواستی؟ بله. حادثه به سر خواهرتان اومده رو شنیدم. بسیار غمگین شدم. برای عیادت اومدم.
ба гумонам ки вохӯрӣ доштед ҳамин тавр не? танҳо барои зиёрат кардан омадӣ? чаро ин хел ҳайрон мешавед? мумкин нест магар? самимӣ буданамро бовар намекунед. ғамгин шудам. охир шумо маро мешиносед. хуб медонед ки ман мисли дигар тинозҳо нестам. ман на мисли ниҳол ҳастаму на мисли модарам. насабаш тиноз гуфта ба ман ноҳақӣ накунед. узр мехоҳам. баъди ин қадар ҳодисаҳои рухдода шуморо мефаҳмам. узр пурсидан шарт нест. агар ба ҷои шумо дигар кас мебуд ҳамин хел рафтор мекард. аслан мехостам ки шумо ки будани маро хубтар донед. ягон рӯз бо ҳам хӯрок мехӯрем. шояд оиди ман маълумотҳои хато доштаатонро фаҳмед. шояд маълумотҳои дар ширкат бударо барои шумо ифшо кунам. намедонам. майлаш мешавад. бори дигар саломат бошед. худованд ба хоҳаратон шифои комил диҳад. саломат бошед. چی شد؟ با چی میخواهی؟ پول ما را کی پول ما را میدهی؟ با صاحبی دکان واخردم. امشب رسم رو میبرم. پولی شما را باشد امروز یا فردا میدم. ما را آواره بکنی. از کجا دانیم که دروغ نمیگویی؟ ما هم امروز تو میرویم. آیا شما دیوانه شدید؟ بینم همه از ما شبهه دارد. اگر ما رو یک جای بینن حیات ما میسوزد. با تو باوری نداریم. مکر فریب کرده حیات ما را میسوزانی. میلش رسم رو به شما میفرستم. خودتون میدونید. اگر خواهید فروشید، اگر نه در آنده پرتوید. یک دقیقه این خیلی نمیشود. این کار رو یک جای سر کردیم یک جای تمام میکنیم. یک جای رفتن نمیتوانیم. آخر نمیفهمید دستگیر میشویم. ای بس کن. تو ما رو به این کار دعوت کردی خودت خلاص میکنی. فهمیدی؟ کنی گپ زن ساعت چند در کجا با میخوریم؟ ساعت 6 در نزد دکان با میخوریم. این دکان در کجا بوده است؟ میگویم سراغش رو نویس. ایست یک دقیقه می نویسم. نویس. یک پیاله چای دیگر ریزم؟ نه تشکر. پدر کی هستی؟ از کجا دونم؟ چای رزید من میبرم پدر. از نام چای خانه رایگان بینوش. می ندارم از شما. در این صبح صادق انتظاری کسی هستی یا کسی رو میکوبی؟ کی رو؟ نامش رو نمیدانم لیکن در همین جا گشتنش رو میدانم. اگر در این مکان باشد حتما می آید. انتظار آنها شو. چکار کردی؟ آیا جواهرات رو در اتاق برگذاشتی؟ گذاشتم اما قریب بود که دستگیر می شدم. اگر عمر مرا می دید. خیر میلش تو با من کمک میکنی. برای باز یک کاری دیگر کردن لازم است. دوست ها مرا فشار میارن. وقتی که رسم رو بده کنی انتقاجی میبرم اونها همراهی من میروند. بچی؟ چه بچی؟ آقای شاهین گفت که از شما شبهه دارن. اگر اونها همراهی من روند سری من در بلو میماند. تو به جای من ببر این رسم رو. بس کنید مادر. من کارهای ناشایمتان رو دیگر نمیکنم. کسی دیگر را یابد. پری التجا دارم. این ابلهان به سری من یگان بلو میآورند. من کاردار نمیشوم. هر بلایی که آید به سر شما میآید. امروز بس پشت شما شده خود را زیر خطر ماندم. چیکار کنم؟ کی رو فرستم؟
پلیس اومد گریز تو چی شد؟ همه را گفت کام میکنیم خزه زودتر باشلا خودش راست خزه زودتر دستت را بالا کن دست را پوش راست ایسته راست زودتر کمسا پیش کزن جایز نجوما راست ایسته قرار جای خود ایسته من این رو امشب باید به یک کس بردم میدادم وعده داده بودم لیکن خودم رو بد حس میکنم آیا به جای من بردم میدی؟ این چیست؟ یک نقشه نو چه خیلی نقشه؟ مادر حالا هم از این کار رو دست نکشیده؟ کوشش میکنم که کار کنم دخترم برای نجات خودمون کوشش میکنم طاقت آوارگی و بیچارگی فرزندهایم را ندارم مادر گوش کنید از دنبال این خیل خیالات ها نگردید سپس پشیمان میشوید باور کن مراتب آخرین دیگر هرگز این کار رو نمیکنم اما این رو باید تسلیم کنم وعده داده بودم به کی میدی هم؟ به هیچ کس دو جوان به تو کمک میرساند لایحه را گرفته با خود میبرند نیحال این کار برای من بسیار مهم می باشد میدونم که به من کمک کردن نمیخواهی تو را بسیار عذاب دادم باور کن نمیخواستم که این کارها شوند عصبانی شدم حادثه های گذشته مرا بسیار هم پریشان کرد غضبم را از تو گرفتم مرا میبخشی این کار را میکنی میبرم تشکر دخترم اما رو خوب از نظر گذارونید نجوبیده ایستید هوشیار باش خاموش آره این نفر رو کبت زودتر کبت کنی تو اینجا بیا آیا تو پیسر تینوز نیستی؟ روزی گذاشته همراه مادر در امنیت بودی و خونه هاشون دوست در اومده بود تو در اینجا چیکار میکنی؟ هیچ برای چای نوشی آمدم دخترم اینجا جای تو نیست سرگاش نکن در اینجا هیچ چیز دریافت نکردیم فهمو میرویم تو هم با خونه ات رو چای رو در خونه ات نوش زودتر رفتیم ایستا رحمت با شرافت تو خلاص شدیم برای من خدمت زیاد کردی بیا تو را یک ضیافت دهم که قرضدار نشوم راضی هستی؟ در کار نیست ایستا من به تو یک چیز میگویم اقلا این رو گیر من نمیخواهم که در زندگیم از یگان کس قرضدار مانم نام من تنجو در اینجا همه مرا میشناسند مرا همچون برادری خودت بدان اگر مشکلی داشته باشی بگو من به تو کمک میکنم شام بخیر خانم اقبال اگر وقت می داشتید آید یک مسئله صحبت می کردیم مسئله مهم مرحمت کنید عمر این مراتب تو رو نابود میکنم این مراتب از دست من خلاص میشوی
لبای نیست. از اتاق توی یگون چیز نیافتم. در اینجا یگون چیز رو پنهان کرده است. من به بیمارخانه میروم. رفته یک ضروری ماشینش رو میبینم. شما چیکار کردید؟ آیا اتاق ما رو میبینید؟ دیدن نمیخواهم. رحمم میآید. تو حالا ما رو طرفداری بکنید. قریب بود که بهار رو میکشت. این خیلی گپ نزن. گناهگار میشوی. ما حالا نمیدونیم که این کار رو عمر کرده است یا یگان کسی دیگر. میفهمیم نمیدونیم. پدر بدیل همه ما شبهه پیدا شده است. برای این شبهه ها رو برطرف کردن باید یگان کار کنیم. یعنی حداقل باید پاک بودن او رو نشان دهیم. خیلی نمار رو ببینید. کوشش کنید که یگان دلیل دریافت کنید. اگر نه باید بازخورید. اما اگر یگان دلیل یافت شود مصیبت های زیاد را از سر گذرانیدید. آفرین به شما. خانم اقبال، شما توانستید که فرزندانتون را به خوبی نظارت کنید. عائله‌تون را نگاه داشتید. من وظیفه مادریم رو اجرا کردم. درست. کدام مادر از طفلی در بطنش بوده خسته شده بود؟ کدام مادر برای نجات خودش طفلش را لقمه درنده ها کرده است؟ آخر قانون دنیا همین است. حیوان ها نیز چنینند. آنها همیشه فکر بچه هایشان را میکنند. گوش کنید. چطوری که گنجشکک برای محافظت کردن لانه خود با عقاب ها جنگ کرده خود را زیر خطر میگذارد، شما هم برای محافظت عائله خودتان مجادله میکنید. خانم اقبال، مرا خطا نفهمید. با شما یک دو سخن داشتم. گوش کنید. در این محله یک پرده فروش است. دوست 40 ساله من می باشد. بیچاره پیرانسال است. احتیاج به کارگر دارد. اگر خواهید رفته گپ زده برای شما جای کار تعیین می کنم. اکنون وقتی کار کردنتان رسیده است. من کار کنم؟ آخر عیب نیست کو. همچون مادر برای پیشرفت زندگی فرزندهایتان کار باید کنید. این یگان جای عیب ندارد. برای آغاز کردن کار خودتان اقدام نیک می شود. باید این طرفی کار رو نیز فکر کنید. شیطان هم دیگر آواره نمی کند. لازم نیست. اگر لازم شود من خودم کار مییابم. در این محل چاهو کار نمی کنم. اگر کار کنم هم در جایهای خوب کار میکنم. مرحمت، تحفه کوچکی مرا قبول کنید. مرحمت. جنت زیر قدوم مادران است. باز همین نشنه میرسید. عجبا باز چی نقشه غرضناکی کشیده باشد. این مراتب تو رو باور نمی کنم. حالا همش معلوم می شود. مایلش می برم. تشکر دخترم. کدام مادر از طفلی در بطنش بوده خسته شده بود؟ کدام مادر برای نجات خودش طفلش را لقمه درنده ها کرده است؟ نه، من نباید این کار کنم. این کار را نخواهم کرد. با این رقم گرفته شما خدمت رسانیده نمی شود. خدا رحمت کنم.
لایحه های مادرم رو از دست شما میگیرید همین خیلی نه؟ مادرت کیست؟ اقبال تناز است؟ اقبال تو رو روان کرد چرا خودش نامد؟ آق از کمی بیمار شدند از بجای خودشون مرا فرستادن. کارها بد شد یگان راهی دیگر نیست خودمون میفروشیم این را به صاحب دکان میده زودتر رو مایلاش به شما برای کار ایستا با کجا میروی ایستا مجبور انتظار میشوی از کجا دانیم که اقبال ما را فریب نکرده است تا فروختن راست با ما میستی رسمی دزدیده شده شما دزدیدید همراهی مادرم این نقشه های شما بود مگه خاموش دمت را گیر ساده مرا خاموش ساده مرا یکان ذره رحم نمیکنم انتظار میشوی فهمیدی به اصل مانندی دارد مانند نه حقیقی است نرخش را دانستن میخواهم از یک رفیقم پرسم از کسی میخواهی پرسیدنگی پلیس رسمی که امروز به من داده بودید آن را آوردن فروختن میخواهم یک دقیقه در نزدیک با کسی با اشاره سخن میکند و گمانم تنها نیستم کسی سر زده ایستاده است مایلش تمام فهمیدم زودتر آیید دخترکم تو خوب هستی؟ کمی سرم درد میکنه خدا را شکر که بهارک من شیرینک من در حیات هست ابلهانی نابکل چرا تو روی خیل کرده باشد بهار یکون چیز رو در خاطر نداری چه معلوماتی که باشد برای ما لازم می آید برای یافتن شخصانی که این کارو کردند آسان می شود نمیدونم اکا یکی از آنها زاکیر گفته داد میزد تنها این رو به خاطر دارم باقی کارو نمیدونم من میدونم اون شخص رو یافتم میدونم این خاین و ابله در بین خودمون بوده است اینها رو از کجا یافتید؟ از تو از جوان تو من با تو برای فرزند حمدی بای تو چی ها گفته استاده ای و گفته های سرفهم می روی ما فرزند نه مار تربیه کردیم ماری که خواهر خود را دیده و دانسته زهر زد لطفاً مرا به مرکز شهر برید خدایا توبه ای کجا شده؟ آمدم آیا تا حال عنیق نکردی؟ کنی زودتر پول را ده باید کسی دیگر رو پرسیدنم لازم از بالا رقم تلفنش رو پیدا کردن نرخش رو میپرسم خواطر نشوید در حال میآیم جین زنه زودتر باشید کجا شده؟ زود باشید
میکنم. من چیکار کردم؟ حالی دخترم چی میشود؟ خدایا زودتر خواهش میکنم. حالی دخترم چی میشود؟ زودتر. خاموش. پلیس کجا شد؟ آخر آنها ما رو میکشن. دیگر آنها را داشتن نمیتوانم گفتم. گریختیم پلیس ها آمدن. نجادیست تسلیم شدی. همینجا نگاه دار. تو را برای دزدی کردن دستگیر کردیم. تمام عملهای کرده دلیل به حساب می رود. حق داری که برای خود ادوکات یابی.